ببینید این و یه سری وسایل داریم، شامپوی فرش، نوشابه، با هم مخلوط می‌کنیم، یه محلول درست می‌کنیم می‌ذاریم داخل این. بعد این ور آب ولرم داریم به علاوه شکر، این دوتا رو هم با هم قاطی می‌کنیم، یه محلول این ور درست می‌کنیم، یه تیکه ابر هم وسط داریم. بعد حالا میریم واسه تستش. اول میریم واسه مخلوط کردن آب و شکر با هم. شکر رو اضافه می‌کنیم. بعد اینو مخلوط میکنیم تو آب. بعد حالا میریم این ور. ببینید اول در اسپری رو باز میکنیم. بعد شامپوی فرش داخل این اضافه میکنیم. این از شامپو فرش. بعد میریم واسه ریختن نوشابه داخلش. نوشابه رو هم باز میکنیم. یه ذره نوشابه میریزیم توش. خب این از این. بعد حالا تکونش میدیم تا قشنگ مخلوط شه. درش ببندیم. ریخ ایراد نداره. مشتاق قطعش کن. خب همون دیگه میبینید هنوز داره میریزه. بعد حالا میریم واسه تستش. اول نوشابه و شامپو فرش یعنی اسپری میکنیم. این لاستیک هم کثیفه ها، تمیز نکردم. حالا دو طرف هم پایین تست کنی جفت لاستیک های کثیفه. خب ابر رو برمی‌داریم. این لاستیک عقب کارون تست میکنم براتون. این حالی که ذره کف میکنه. خب حالا بعد کفش رفت به تست نهایی هم میبینیم چجوریه. خب این از کثیفی که لاستیک در اومد. بعد حالا این بمونه، بریم اونورم تست کنیم با آب و شکر. حالا بریم لاستیک این سمت. بعد اینو با آب و شکر بگید دیدید مخلوط کردیم با دستم. ببینید کدومش بهتره. جفت لاستیک کثیفه ها. خب این هم لاستیک این ور. حالا یه ذره وایسیم پشت ببینیم کدومش بهتره. خب بعد از چند ساعت اومدم پایین ماشین. خب یه تایم گذشت. ببینید این براقیت سمتی که با استفاده از آب و شکر زدیم، میبینید این از براقیت این ور. بعد حالا بریم اون ورم ببینیم. ببینید این هم از سمتی که با نوشابه و شامپو فرش زدیم. بعد حالا شما بگید کدومش بهتره. بعد این هم از خود لاستیک. ببین لاستیک خب
اونور یه ذره چسبناک، اینور نیست. الان دست میزنی یه ذره تفاوت داره. حالا به نظر شما کدومش بهتره؟ بگید که حالا دوستای دیگه هم که میخوان استفاده کنن بدونن. حالا اگه محلول دیگه میدونید پیشنهاد بدید، بعد ببینیم چی بشه دیگه. اینم از این دیگه.